میخوام وضو بگیرم و نماز بخونم، بعداً رو میافتیم. الان وقت نماز خوندنه؟ دشمنامون منتظرند. برای ما هیچ کاری از سجده به خداوند مهمتر نیست. نگاش کن، بخوایم میتونیم بکشیمش، از هیچی نمیترسه. یه مسلمان به جز مردن در راه اعتقاد چیز دیگه این نمیخواد. ایمانشون مثل کوه. اگه کمی از این ایمانو داشتیم میتونستیم جهانو برده خودمون بکنیم.